بهترین زندگی کنن سلاسیمه بدم تو که خود تو هر چه دست میدیم خوش من بزن. آقا اسماعیل احمد داره میاد. صبر برو. تو ساعت چه سینه فهم. یا الله ایتی سلامی دارم من یک اومد وقتی باید کنم تو آیم نیا بیت لچر نکن ده یه بار دیگه صحبت ای کارا چی کردی دوش راضی واقعا بد حد صادق هی بعد کلیشی گو بدی خان در مورد فکر خوبی داره پاداش هم سید محفوظ نهاد کنار واقعا اسماعیل دوش کارش رو داده بود دست در نکنه دوش خبرسیان خانم خبر آورده روزی شما میرو محقید میشن جانی ترسیم و من اعتماد کنیم خواهم موقعش خواستم این تصمیم رو بیدوم دونستم چه شاورش و من اعتماد نکنیم چون واقعا من یک کارلی کردم که هر چیزی بی هم نیترست اعتماد کنیم ولی الان که تو دیر من گرما بونی هوا داخل 30 سال بدون او بدون غذا چند روز زندگی کردم خاطر یه شو بترم و خان روستامو خدمت کنم بترم یک کار مفیدی سی این روستا و خانش انجام بده من نومه میره که دوش کارت عالی بود دوش کارت فوق العاده بود نقشه‌ای داشته بوم یا بخوام یک کاری کنم نه مگر بخواستم هرچی یک بود کاری اعتماد انجام بدم می‌کنه. درسته احمد ولی این صادق واقعا رفتارش خیلی بده صادق هم بوی چند من همیشه بهش میگم هیچ وقت نی رفتی او خان خدمت نکنم من تنها کسی که سیش خدمتی کنم خانه نه مشکلی ناره سلام خان سلام علیکم باید خانه بود خوبی؟ خدا طرفی من رفتم تا من شو طرفی اسماعیلم نمیگی بید باشن گفتم که خان خوشحال و بیسی کار میشی خان من همیشه فکر شیرم چطور یه آدمی هستی که فقط و مردم زندگی فقط کاری مردمی کنی چه زر دست بود ولی داخلی ملت چه من واقعا شناخت خوبی باید پیدا کردم فهمیدم چطور صلاح دار مردمی خیرخواه مردم خان منو بخش کرد راجبت بعد فکری کردم ما زور مردم میگم این خام مردم خوشو اصلا تربیت کرده بود خوشو با خیلی درس بده درست خان میخوام که مثلا هر که علنجی بود هر کاری دلش بخواه انجام بده با مردم بس کنن من منطقه نجریونی پیش بیاره میخوام که هر چی خوش سرش و کار خوش بود درآمد در حاله بخره درست خان میخوام فقیر بون هی بگردین و کوچکن کسی هم هیچی نداره تو میخوام زندگیتونه بهترین زندگی کنن سلاسیمه بدم تو که خود تو هر چه دست میدیم خوش بود خان الان من میخوام تحویل دامه هر کاری هم که بوی با جون و دل حاضرم استیت انجام میدم مطمئن بود تا روزی که کاری که دوستم انجام ده حالا پاداش هم انشالله دم ولی دست در نکنه خان باید تو به حرفانی که مویدانم گوش بدی پیرو ما بوی هر چی از گفتم انجام بدیم خان هر چی که بوی با جون و دل استیت انجام میدم اگه انجام ندی خیلی دونی ولی بده کم کم اعتماد تتی کنم که هر جا ذری بحثی به طالبو بفرستمت او رو درست شو کنی هی بیه چشم خان مطمئن بود که من هر کاری که بوی خب بیاین. انجام میدم هر دستوری که بدی سیت انجام میدم تا یه پاداش خوبی هم بدمت نه خان من کاری نکردم که خیلی پاداش بدی اینا نه بسوز که انعامید خان من کاری نکردم بسونه نگاه اینا بسوز که انعامید دست در نکنه خان بیاین بریم داخل تا آیو بخریم بیاین داخل اما بله این اسماعیل انگاری کم کم هی و رایا چون که هم فراری چه بید سرباز فرست کن دنبالش به نظرم یه سرباز سارک میشه بیاد نه اسماعیل سرباز خوبه چقدر خیلی قویه اون موقع که ما رفتیم سیش به طول مثلا با مخم شابه رسید سرباز عادی نیست یا حالا هم چه ده انگاری و راه آمده در دوست سخن
فرستان مثل او در بحث درست او من اون روز هم ناشدم در خیلی جوانی ده نه خوب کارش پاداشش الان واقعا حالا پاداش هم اجدام که بهتر دل امیدی داشته بود که مثلا سی زندگی و روزگارش چون که بچه خوبیه الان چند سیزن زوریم و حالا هر موقع خوشگو اوسه زن سیشی جونم تا یه زمینی هم سیش فراهم کنیم چونه بسازه شده بدیمش بنی محمدیل یکمی هم قردله سی همی در بحثل ایتر اچسی صحبت کنیم کلان سایزی بیار تحویل مو بده آتوسا آتوسا بله خان نپارس اون یخ بیاد تا بخیریم سرنگان اما اوبری تا بخیریم خان دیوه تو گفتا اسماعیل خوش تو مرخشه تبیل داده ما آدم آبو مسید کار کنه اومده رد خدمت کنه ولی شا باور میشه بابا تو چکار اسماعیل داری چمه شده من نخ اسماعیل هیچی فقط خان بگم بعد که نقشی داریم اینی کار چمه شده اسماعیل اسماعیل هم خمی بینم خون باید اعتماد از کنم نه با حرفت تو خان منی گم با حرف اعتمادش میشه کارشی چشیم بیبرد نیست کار بگم دیلانسیشی سوزه خواهی ما او کار نمشتی چدیم اینطور آدم نیابی که الان دم در این جوانی بود خوش اون بخشه تبیل هوا حق بودی و خانم عدسی بودی باید سخت بودی کنه اگر این کار انجام نه کسی میره گفتاخت هر گوش میکنه و من نگاه این کار رو انجام بده ولی اسماعیل اگر ایمای مردم راهنمایی نکنیم آقا هر کسی خوش سازی زنه ولی خب الان که مردم راهنمایی کنیم مردم دقیق دونه که ما به نفعشون کار کنیم به ضررشون کار نکنیم اگر اینو بدونه که ما به ضررشون کار کنیم اصلا گوش ما نیجره خان می نگاه مردم پوشن نجومشون هر نزد کارشونو کرد میگو اسماعیل خوش که مخشه تحویل داد لومه سیپ کار کنه اومه بعد خدمت کنه ولی بازم شاهی برد نیست کار هی قضانی دیش اسماعیل همیشه باید یا نگهبانی به یا باید بره سرکار اوست خیلی سخت جیشی چه قضانی خود دوست سختگیری بشی چه دو همین الان نه سختگیری علاوه چی کنم الان چون که مورد اعتماد نی باید چند روزی بره و بیا تا ما این سربازان و چمینش باید برن بیان بینیم حالی که چی گوم انجام میدی و خسرانه خبرن یک کارده خوش انجام بده مردوشی نبرد نفرستنیش بلند ابو یه استکامل یه لیوانه لبوی داخل پارتوینه چونه درست که تا یه توی بخیریم برش داخل به اون به اسماعیل هم کمچون به اعتماد بفرستش معمولیت بفرستش اوزایلی که مردمه شورشی کنه دوشی هم فرستاش یه جا به آزادشه به زیاده اذیتش نکنه او تو که قبل اذیتش چی الان اذیتش نکنه شمچمه قضاوتی هم سر موقع بشیده احمدم دا باش خیلی خوب آدیره باش رفتارش همه چیش خیلی خوب آدیره باید یعنی من اسماعیل نقشه سرش داره این ترسم که نقشه یک کاری داشته باشه هم خوش به خطر بیافت همون یه طرف هم خوشحالان که اسماعیل آزاد شده اذیتش نکنه مثل قبل و یه طرف هم خیلی ترس دارم چون اون نقشه داره بی خاطر بکنه هم اگر این نقشه نکنه یا خراب آبو هم خوش میدهد سری افت همون توصیدی کامو بدیم باید امروز برای میخورده باش هر کنانش ترسیم باش بون چه نقشه داری خیلی کاری انجام میده کنم ایتران برانتش یا نه برای خود هم باش هست خورده هر کامون قضاتی بیدش کنم امروز هم آن تعمد کنید
Ama rasa dukun bölüğü ya. Sigar nonu bisunun, kamera sigar bisunun nonu bisunun. Rasa dukun bölüğü tadarım, kompro. İlan rasa dukun. مدیرا خیلی سیرتن و این طرف هم خیلی خوشحالم که کام برم روی برد کام برم سیکنم من زندگی جدید باید نفرده برم اونو سلای بغیری زندگی میره رو سلایده از بطری تا الان ایلی کنم الانم کام برم بیه رو سلایده زندگی ولی از این طرف هم خیلی ناراحتم چه کنم خیلی برم ناراحت وقت من ناراحت هم ولی خب باید ناراحت نمامون بابا تو به امیر خدا این برای جایی که دنیا نتریت خان ایدونو ولی من از بطری تا الانه ایل زندگی کنم بیام هرچی کم ما کسی حالا داشتم درست سی من ناراحتی گوی با خستینایی خب میدونم فکری کنی خب تا هم انشالله تا مدتی که هم بخیر برای ما هم فکر کنه کنیم من هر روز بیام اگه عروسی چه رفتم هر روز بیام سرتی زنم ولی من از بطری تا الانه ایلی بیام هرچی کسی داشتم بطری گفتم خلافه همین الان اچم کسی نی نرسید برمید خدا خان نیگم تو چم کسی نیستم من تا علاوه عادت نکردم به خور ولی بازم سعی کنم عادت کنم. حالا ولی بیشتر دلم سیب تو سیب یه روز فرهنگ که هم با هفته یک بار بیو هفته دو بار بیو سرم بزن ایام خون سرتی دنم ایشه خو بسش نینه من یه منطقهی به نراتیش خالی نمیشه من الان برای هستم خورده حال هوا بس من خورده بیجه برای تا دم در دیر بخیر حال عوض که بیو نارات نکنم اسماعیل لازم چند بود هی اعتماد میکنی اعتماد میکنی خیلی خوشحالم اسماعیل جدا به اون تو ساعت سعی کن زیاد سوتی نبود بفهمه که من چه نظری دارم من دارم اعتماد چونه کامل بخون دست بکنم بخون تعریفی کنم و هر کاری چی کنم سیشو انجام میدم تا یه مدتی نمیشه دونم زم خم را نیست تو کار دی ساعت انجام یه خورده قوی بود تن یه خورده باشو را بیوتان یه مدتی بعدا چه یه نقشه دیم ذهن می یه خدا کنت بجرن خیلی ترسم تو ساعت فعلا کارت نبود بخون دونم چه کنم هر موقع که صلاح دیون وقتشه سوتی گم نیبوسی من هم بخونشم خیلی بیترشم فکر کنم دوتامون سیتامون خیلی خطرناکه و خطری گفتم فعلا تنی خازیات خطر نجران کنی من ارخواها که من چون کنه ارخواها که من چون کنه دونم چه خدا منه خیلی دوست دارم که من چی میکنه یه راهکار اسماعیل دیگه نمیشه بزنیم دونم خیلی قویه واقعا اولین کریبنان چقدر قویه ایدونم نقشت ایجره ولی من خیلی ظالمی رو بیترسم تو سامتنه خیلی دوست دارم من تنه یه قدی دوست دارم که حاضرم و زون خواهم بزنم آقا اسماعیل احمد داره میاد. صبح دختر بره تو ساعت چیزی نفهم مواظب بود نفهم ممنون آی پرات باش. اصلا بوی کلی بیری همه رفتم نمازم
اوضاع سر خوبه؟ اوزام خوبه ایده زیاد خبری نی بی صبرانه منتظرم یه چی خان بخواد دستورم بده مأموریت بدم تا با جون دل سیش انجام بدم. خوب خسته نبود. قربون. سلام خان. اینجوری های بسر تو برم چه خطور نفهمید اینقدر باید سیاست داشته باید که منه بشناسیم برایری بسر تو برم فراتو تر بیشتر مواظب خود بسه که زیاد در مورد صحبت نکنی یا تیم زیاد نیو که بفهمین مفت دونیم چه قراره چه کاره گردان دستم در نکنه بابت یه مزاحمت چی داری کشی کمچ می بامی همراه می این کرد دوباره اومد خلاصه دست در نکنه خواهش میکنم. سلام سلام یا الله بهت سلامی دارم من یک کمک وقتی ها میری نمیبرن ارزش سلام کردن هم نهاری آله جناب خوبی اینه قربونت سلامت چه خبر منطقتی؟ سلامتی شوش قربونت بود کن حالش طوری روشن یه چه میگه یعنی مریض زوال بی نادار بی نترس بی آخره ما بین خمول غیر سری زنیم نیم هم دوار ایت سیکنه هم خانه ایت سیکنه خان چه سالتی داشت بیادیش تا بلوش دویدار نه فعلا یه خورده هم سیمی جنگی و ایتیل فشار سرش بود یه زد زنجری هم ما کمو بیه چه می نادار تا بیدیه شو اصابش خورده ببینه اما شیدون بیدش که اصاب تخورده شده ایده و اینه وقته یا هولینی افسود شده آمد هم این از خب ده چه خبر؟ سلامتی شاد خان بله انگاری اسماعیل اندیه خیلی اعتمادش کردینه حالا یه باز تو اسماعیل هم حواس موشه ولی خب نهیم شدم درم دوش بالای در بحثلی بید فرستامش را او رو عملا نام چمینش گفتم من انجام میدوانه همین را تمیز انجام شده و اومد حالا اون روز یه پاداشی دامش خیلی حواستش بود حواس موشه خیلی سیاستی نقشه داره ولی خب تا چند وقتی خوش روشی کنه حتی غیر دارید جغده مردم حالا خب چند وقته خوش معلومی آبو که هیچ نقشه دی داره لیست نمید باید خیلی قریب خان داره خواب سی خان کار کنه سنگاز خان هم فعلا خم در تحقیقش هستم که من بخواه چه عمل اشکال اولی نشون بده انشاءالله کمی طوری به خدا کنه آتوسا اتاق هم رخواه بشی تو بشی آتوسا بله خان یه توی درست کنم بیا سینو چه بخوام؟ چای بخریم خان ماشاءالله روستون خیلی اما هم کاری کنه الان دامو برندم در تی اسماعیل بخواد چی برمی خب چیه من ناراحتی آتوسا
نه ناراحت شیخ ناراحتی ما هر روز از اون روزی این سر توی زنیم که به خاطر چی تو خطینایی بیایم این سر بزنیم که مادر نبود که خانم و چخداری هر روز میاد سرم میزنی هر دوستم خیلی دور خوبی خیلی روز رنجی کاری کنه همه موقع کار کنه هم زندگی کنه صبح بردنش با همون دواره مال و داغش حسرت شد خیلی دست در نکنه خیلی شاخ تو خوبی نکنی ما به خاطر همین کار آورد مشتری تو 20 تا دوره مشتری کرای زده شد اویگو مو گرام دور خانم دست در نه مخ من چند وقت که یا میرم انده خیلی بهش وابسته آبیم هم کارکنه هم ماشاءالله خشتنا همه داره روازی هر روز بیا و برات همه کارم خانه خشتنا انجام همیشه میده دو ما ایدوار الاس سربازه درستی ایدوار کنه الاس سالی ناره ایدوار انشالله تا یه 4 سال دیگه تا یه 4 سال دیگه انشالله که دست خوند رشد و مورو برای خدا وصل ما درس دنیا بویه خانم آدگی درس همه کام برم یه دقیقه تی سربازه اسماعیل و اینو بینو میتی کنین بیا بله میباش بلند و برکیشون باش برکیشون خان نترس بیامد وقتی بینی دارو میام میرم سلامت نیکنم سیلت نیکنم یعنی خواهد دست بیاری جلو سلام کنی بینی؟ مثلا خانم که تازه تعریفی که معلومه که خیلی داری سو استفاده کنی من احترامی که با خم اینو سلامت کردم نه تو نقشه داری شخصیت من نشون انده ایماد به چیل خان و طایفه مود چنان احترام حالی مویابو آدم به 10 کیلومتری مشخصی کنیم که چطوریه تو داری با سیاستی خیلی نقشه ای کش حالا با سیاست یا هر چی من احترام خمن شخصیت خمن نشون داد آخه شخصیت بالا دیام الان امیر خان به میگو کاری باش نهاشته با قبلا سرباز خوبی بی سربازون بیکارت نیارم الان ما خیلی زیاد معلومی آبو تکر خان و طرفیه دلیلی نمیبینم که بخوام تو گم خر که نیتریم بگوی تکر خانی یا چی کپتی بندی انده یه بی احترامی نکن چند بار تا دارم باید صحبتی کنم تو آیم نیابو نکن ده یه بار دیگه صحبت بگیم بار آخرت بیام بینم اتنم در ایری بیسته یه صادق بودش که با هر ایدا اگه بردمه دخل تیدونی ای برمه جوی کاریتی کشم که ده اصلا تا 10 روز نتری بر راه بره صادق اراده هر چی چیت نگم ای پر رویا بود صادق بودش ده نبینم تی دم در اومه میری دم در دیمه خطی دونی و سربازر خمی گم تا فقط بورنه میدارم سی خان روستاخمو کاری کنم خان روسته هر ایشا کاری با که خان روست- روسته ما یکیه من هر کاری که خان روستاخمو بگه انجام میدم حرف مفت نزد اما ده نبیام بینو میرو یمینی دست پایه خود یه سرباز رنگی اصلا نلی ای طرف لیسه تو خود تمه کاری داری انجام میدی و اسمی یا آخر تموم یابو احمد خوشونه همه چی نسی احمد من گفت نونه تو داری به سیاست این بدبخت هم داری من همه گوش چی چیز نسی دنی احمد گفتم سیش گفتم که من هیچ نقشه اینا رو مد در روز نشه نهاشت داخل معلوم به چی کردی من رو در روز بالا داخل ایرد و گرما و گسنه‌ای در روز هیچی نخردم در روز که سال به باید طرف 50 روز اعتماد خانه ایستی جلب کنم اما خواهم والا آواز تشبه بخاطر خانده ای کوتاه یا باشه را خود دیزین الا بدش کن بخشش آواز تو بشبه اینطوری اعتمادش نکن 4 روز در ای زیراب خیتون هم میزنه الا داره سریشا مغزتون ای شسته شوید خیلی آواز تو باش نه لش دیری بیست ریش که برای جوی سیره به دست مایو احمد من میبینی کارش داشتم آقا موقع کیا اصلا آقا نباید صحبت کنید برو طرف بست بره داخل احمد بینی هیچ که کاری اخلاقی اینا سبت رو جنده. کیایی ایتونو با ما رفتاری کنه تو خودونیمت چه آدمی بیرم من زیر بار کسی نی رفتم من الان دارم سیت نه طوری نی من الان دارم سی خان روستاخمو کاری کنم هر کاریش تو بگیم با جون دل انجام میدم من چند روزی ده یک کار خلافی هم دیدی یک کار غیر چیزی و حرفت گوشیدم و حرف خان گوشیدم اومده و من دیدی
طوری نیست خودت احمد تو نخواه زیاد باش صحبت کنی تم بیا برو داخل ولی سبب باید سرباز دم داره در جری بود باید سرباز بر تو کار نداشته اون خب یه کاری داشتم یه بی احترامی هم که بی هندیش ناسید کنه سای مردم شو تو نشناخته داشت مثلا جریانه رو نونی که چه خبره کبی جریانه چند وقت پیش میاد جوی بیام بهترش ناسم حتی نشناسی حتی بی احترامی بچه تا هم بی احترامی دو تا سربازا رو نشناختن که کار ببینیم مزرعه خوری را چیه ده باید زغله ایتون در نیاد اشکال نداره زغله داره تا موقعش که توی فهمی حالتی کنم تو آبی هیچی عزیزم هیچی بیکرگم باید زغله هیچی تمام کشم مردم تربیت بشینه تا صحبت کنیم سرباز داره شو سرباز رو تربیت کنیم با سرباز صحبت کنیم ما بخاطر یه حق داره آنچه با سرباز شانش طوری نی ما بخاطر این آتوسا هم این کار راستش اسماعیل چند وقت فراشه به روی داخل کویت به چند وقت هم با صادق و بروامی نه بگویی سیامی و هلای بستگی هست ولی طوری نی رسید نازو چه رسید تو مدنی سوسی یه اونی وقتی که ما عاشق شما بچه ها بسته با بیمه من چون قبلا یه خیلی برمزه بی یه خورده مثلا سرباز من بخواست خوش یه خیال بافی که خوشته یه سرباز بدیه نه اونه من صادقی گان کاری کارش داشتم اما اصلا هر بین کاری سرباز داشته خام خوش دونه مأمور داره سرباز اینا تعبیر شده الان دکلن سر و را وابی ایسی خان کاری کنه الان دکارش نداشته نه کاری داشت نیارم ما بخاطر آتوسان چون ایدونم عاشق آتوسان و شما بسته هم هیچ کاری نکرد برو خانم اشکال نداره سرباز نمیخواد صحبت تلوی نکنیم صرف بس کنم به سلامتی ما هم یه مایی کار خام سرباز کینش نداشته یه مایی خیلی روسی کنی و رسومه علایی نداره الا اشکال نداره تا موقع بشم میرین تلخان برنامه ریزی و بله اسماعیل دل زیاد میخواد بلیش من ما همین ریش که تا به همی کارگره در فصل طولکیه داخل بره یه خرجی تینه بدرانه ثبات حقوقش رو بی اسماعیل حالا فعلا باید هم میره نگهبانی بده حالا و همه میگم باید برستن کار باید میگم این ریش که نیستی کار کنه حداقل اون معلوم یا هم نیمش میرا که بیکار بمونه باید یه جای بره حداقل یه لقمه نون عید دارن بیاره بهش تا مثلا با می بچله کار بکنه حالا تا چون زیاده هرچی نبود بهتره من خم بخاطر آتوسا که حرفل مثلا قبلا بمزه هم دارم اذیت شی کنم مثلا نه زیاد اذیتش مکو یا ببینی مثلا زیاد اذیت سم کنی دوباره دنجره بازی نداره مثلا نباز زیاد چشم بو هم دوباره ایزن و مردم تحریکی کنه و اینو یه سر دام هم مثل که چاک داره تو من همون چیز زونم تاندن و توندی خواه زونم بپره که بگم ای موسیقی که خب انشالله به امید خدا اجازه نده زیاد اگر هم به امید پروردگار شو همین نیازی در خدمت بودیم نه ما باید بریم چون در خانم یه خورده ای انگار افسرده با بیه من بخاطر پی اخبار زیادی شینه پیشم خواهد یه خورده ای جانبازی داره اون زمان شیمیاییه خیلی فشار سرشه هرچی همشی گم که نه اینو ایما دل بخواد شو کیمو نه قربونت ما باید بریم کم کم تا بیوی بیا هم ده بینی میخوان سکنه خان تا باز دادن اجازه دیم هم بریم شایگم شو همیری بود حالش رو شو در خدمت باید بریم خانو رو خورده ای حالش نخشه شو باید یه در بینچ شو که مواسی نه خیلی ما پیدا کنیم شرایط خیلی بینی خانه مالش نخوره باید خانه شد پیاس باشه در خدمت جونیم تا موقعی که اومیم هم ایمونیم بیا انشاءالله به امید خدا هر وقتی که اجازه دیم سلامت